بریم. ما اومدیم که بریم چند تا جای باحال شبا برای شبش باحاله. چرا؟ چون ویو داره. آره. ویو داره یکم جذاب میشه. چند دقیقه مونده صبح همینجوری داره گشت و آره دیگه برگشت. میخوام بریم اونجا، با ما همراه باشید تا بریم اونجا. یه جوری بوخ نزن عزیزم. بگیر. ما اومدیم اینجا من بشاشم. از من بهتون بگم این کوچه باید خلوت باشه انشاءالله. هیچ وقت نام خدا رو از کلام خودت بیرون نبر. من اومدم خدا وکیلی بشاشم. این کوچه نیست ولی ها من این احمد بگم که نیسان رفت دوست دست میسم رفت. بابا چرا اسم یک شخصه بود؟ نیسان. آها نیسان. نیسم نبوده. برای میسم شدید راست با این راست گفتم برو راست. چه نیسان گفتم دست راست اون که مستقیم داشت. عرفان گفت کی؟ شیشه پشت عزت چیزا هیچی نمیبینم. خیلی جالب. برو بخوری به چیزی. من میشه عجب چیزی گفتم. چی گفتی؟ نشیدم. من چیزی نگفتم. هی راست میکنه. اگه این ویدیو 2 بیلیون لایک بخوره من یه روز بدون اینکه جوراب بپوشم میام بیرون. حتی نمیریزه چون سرده احساس میکنم داره میریزه. چی؟ اینجا شاشم تخمی اینجا برو سرده. نه یه دیگه شاله. قفله. با سردت شده. اصلا نگران نباش من اومدم. ویو اینجاست. خیلی قشنگه. دستت درد نکنه آقا نوید. چه قشنگی بردیم رو. بذار بشم. چی بشم؟ بچه میبینید این نورا رو؟ این نورا همه شمعه. اینا شمع‌هایی که توی تهران روشنه. اینم امیرعلیه که توی تهران روشنه. پی او وی بگیر. خب رفتی تو؟ من رفتم پیرزنه رفتی اون رفتی. نوید سرد و غمگینه. با کجا رفتی؟ یه داشتی اونجا صدام که کارم داشت. پروفسور این پسری که میبینید اینجا 17% از ریه‌شو از دست داد سر همین کامی که الان گرفت. البته نه 17% شو یعنی سر سیگار دیگه. واقعا 17% از دست دادی؟ بله. کلی مونده. خب اینجا کار ما تموم شد و میریم به سمت یک مکانی دیگر. بدرود. من نرفتم. دیوید کاپرفیلد مرد. آقا صبحتون بخیر. صبح جمعه. ولی خب آقا در صورت هر کی که صبح جمعه میبینه لایک و سابسکرایب و ریپورت یادش نره. آفرین. ولی اونایی که صبح جمعه نمیبینن کامنت بذارن. آفرین. لایک نکنن. اصلا لایک نکنن. ناراحت میشم. محمد علیای عزیز شما هیچ کاری نکنید. شما فقط ببینید.
خیلی راضی بود. من از بچگی بچه بودم. الان که آدم بزرگی شدم حس میکنم که آدم ها خیلی بچه هم. مثل همین وضو بگیرید بعد از آن بگید. خیلی پاپ بود خوشم. دوباره به من رسید و عشق آغاز شد. لطفاً سبزه 7 سین را اینجا بود دوربین لطفاً هفته سبزین را سبزین کنید. نخواهی یعنی چی؟ اینجا خیلی با حاجی این مینو شیخ بهاییه؟ بله. این زیر خیلی خفنه، همون استیک ارزونا این زیره. بچه‌ها یه ویدیو میریم تو گاردن. عرفان چون استیک نخورده بچه اصلا بلد نمیدونه استیک رو با کدوم سین می‌نویسن. خیلی ذوق داره دیگه. بچه‌ها یه پول جمع کنید، مثلا یه پولی بذارید رو هم دیگه ما برای این بچه استیک. اصلا که لوکیشن آخ دوباره صدامون کرده. ما اومدیم نگران نباشید بچه. ما از اونجا وارد شدیم، درشم معلوم نباشه. اینجا یه جای عجیبیه. من خودم اومده بودم ولی یادم نبود. فکر کنم هم مغازه برای چی؟ ما اشتباه اومدیم. بریم جای درست. خوش آمدید. اینا میلیونی خودش هست. بله. آره. عضلات تو وامی داره که حرکت کنی یه جورایی. اینجا اومدی استیکیه کدوم بود؟ جلو تعریف کنم. حالا مهم میشه. سگ تو روحتون. یک نکته راجع به معماری اینجا میخوام بگم جدی. اونم که اگه نگاه کنید اینجا یه دونه اینجا در داره که یعنی این هست، یه در هست اینجاست، یه دونه اونجاست، یه دونه اونجاست، یه دونه اون تهه. این طرح 4 ایوانی ایرانی که از زمان فکر کنم رازی بود، از سبک معماری رازی تا الان ادامه پیدا کرده. 4 تا داره. چی؟ دور تا دورش 4 تا ایوانه در واقع. این تو مسجدها و حرم‌ها و اینا می‌بینی اینا. ولی با اینکه 4 تا در داره ولی من باز در نویدو بیشتر ترجیح میدم. دوست دارم از دریچه قلبش وارد شم. ولی جالبه این تو معماری ایرانی نبود. امروز اومدیم که سیومک رو سورپرایز کنیم. سورپرایز. آقا کی بشه من این گیتار رو بخرم؟ دلش شما مدل رو بزنیم دریا رو بخرم میگم. برو داداش. برو پشتم. آقا مبارک. دمت گرم. منم ببینمش. آره. منو گفتی؟ دمت گرم. میرسید چرا این دختر داره نقاشی میکنه بگیرین چشو و برند لباس رو داره تبدیل میکنه. بخاطر اینکه اینجا نزدیک دانشگاه الزهرا و این دانشگاه الزهرا هم که دخترونه است و نقاشی هم میتونه اونجا بخونید. باعث میشه که دختره که اونجا دارن نقاشی میکنن ترغیب شن که این لباسا رو بخرن. چقدر رنینگ قدیم. لباش طبیعیه؟ لباس نه. کمی ژل زده است. تزریق دماغ عمله. بله. ابرو تتوه متاسفانه. آخ. این داره ترویج میده که دختره دانشگاه الزهرا این کارو کنه. به نظر چی داره میکشه؟ نقاشی. ما اینجایی که اومدیم ربطی به هدفمون نداشت. واسه بریم جاهای باحال و چی؟ ویودار قشنگ. اینجا ویو نداشت. تازه پایین بود. ولی قشنگ بام می‌خواستیم باشه. قشنگ داشت دیگه. قشنگ. خب میریم به جایی که بام هست. وایساد. اینجا
مکان بعدیه که داریم میریم. نکتهش اینجاست که شما اگر جای خلوت میخوایم میان اینجا خب، و اگه پر بود کوچه‌های دیگر رو میتونید تست کنید. کوچه‌های پایینیش هم کوچه‌های پایینی باز جا هست. بردی اینجا با اون چیکار کنی؟ ای گفت این درخت چیه؟ چه؟ پرتقال. نمیدونم خود ولی چون من چیزای تند زیاد دوست ندارم انداختمش بعد بازم نزدیکتر سرفه کن نوید. حدس بزنید چند درصد سرفه کن سرفه کن. حدس بزنید که این سرفا چند درصد از ریشه که درگیر شده. درگیر که نه از بین رفته. بابا دارم حرف میزنم نره عقب. من شامل امنیت شما هستم. برای مهاجرت به ما پیام بدید. امروز همه جا فرار کنید. اینا پلیسای مهاجرت. چیش کن کاش خانه میدونه که خب چند دقیقه دیگه خب آقای پرت کنم بیرون. چی؟ آقای کناری قاتل وایسا ببینم یه صدایی میاد. صدا اینجا چیه؟ صدا اونجا رو نه اونجا رو بگید دیگه. اوه چیه اون تو؟ جایی تو اینجا چیکار میکنی؟ بچه لایک و سابسکرایب یادتون نره. کی بود تو صندوق؟ خستگیام بود. خستگیاتو قفل کن. هر کی که تو این خونه زندگی میکنه کامنت بذاره برامون. آرژانتین دیگه، مقد آرژانتین بریم که داشته باشیم. نگاه کنید اینجا رو میپیچیم راست، سر این داریان میپیچیم راست، کوچه آبیست. خودتون حل به پایین میرم. Let it stream, let it stream. این ویدیوه بریم بر نه خب بچه یه قسمت از استاکر هم دیدید. من عینک دارم. خب چند تا جایی که جالب بود و دیدنی بود و رفتیم دیدیم. فقط یه جا میمونه که اونم بریم ببینیم الان. بله. حرفی ندارید شما؟ خیر.
حرفی نداری. خب ممنونم از همتون. بریم ببینیم دیگه، همین دیگه. بزنید قدش. چی بخندی نمی‌دونم. شیرفان زندگی خنده داره. روش خنده داره. خیلی خنده. من یه بار اگه تو این ویدیو خندیده باشم. بخند. آقا خدا نگهدار. روزت بخیر پسرم. فردات شب خوش. خدا نگهدار. خداحافظ. خدا نگهدار. Goodbye.